مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 11 و 12 اکتبر در 3 صدمه در شهر غرب، نویه دنغره و در ورزوب 3 نفر از جمله 2 پیادهگرد و 1 راننده به هلاکت رسیدند. از جمله روز 12 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 14:20 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز ولیف نظام جان سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت قلنک نویه رشت هنگام حرکت از سمت شهر نواباد به سمت شهر غرب در کوچه محیدین امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد ایشون و صدبرگل سال تولدش 1994 ساکن شهر غرب را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد ایشون و جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اینچنین 11 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 20:50 راننده автомашین تمغه اوپل استرا سیدوف مرادعلی تاجدینویچ سال تولدش 1996 ساکن جماعت دیوت توگرق نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه و سمت شهر کولوب در شورای دوشنبه کولوب واقع در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده автомашین را در کنار چپ راه چپه نموده است. در نتیجه خود راننده سیدوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران داخل автомашین مذکور سیدو و تاجنیسا سال تولدش 1973 سیدو و نازنین سال تولدش 1999 و نابالغ دلیر تاجدین سال تولدش 2005 استقامت کنندگان جماعت دیهات توگرق نویه واسه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه روز 11 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 21:00 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز نشانوف شیرزاد سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت ولایت سوخت به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه ورزوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد جلالوف زینالدین سال تولدش 1984 را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جلالوف جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.